اینا حق نداره که به سرنوشت کسی رو معرفی کنه. این حق قانون از پیشان سلب کرده. اما این به این معنی نیست که ما از قانونم بالاستیم، از هر چیز بالاستیم. شما را من راه قانونی که شما هم قانون را تصویب کردین برای شما نشان میتیم. او ایست شما شکایتتان به کمیسیون رسانه های آمگانی روان کنین، اونا کیس ما را بررسی میکنه، بعد از ما به سرنوشت معرفی میشیم. هیچ قدرت در کشور نیست که ما را به سرنوشت معرفی کنه. ما به مو احترامی که به شما داشتیم و در می بخش نمیترسیم، علاقه داریم، به شما اینجا آمدیم و ما میخوایم که برای شما تشریح بدیم که امی گپ از کجا برآمد و ما چرا تو یک ادعای کلان را بالا یک وزارت خود بکنیم. میخو برای من خب شما افغان هستین، منافع ملی شما برای شما مهم است، برای من نیست. این اعصاب آدم شما خراب میکنه. ما اولین کلیپی را که شما امیال پلی کردین 2 هفته پیش در دست ما رسید. ما کورکورانه از همین کلیپ در فیسبوک خود من داختم. ما سری از تحقیقات خود آغاز کردیم. ما در 3 بخش تحقیقات خود در می بخش آغاز کردیم. شما گزارش پژوا که ببینین 3 بخش عمده و اساسی داره. اول به خاطر جالبیت موضوع قاچاق CO2. دوم مشکل مردم ما که امیال وکیل صاحب امیال در جریان است. غفارزو یک دوست مشترک ما وازو است، او مادر خود شفاخانه به شفاخانه میبره، کسی برش نمی زمین و وسیله را مساعد نمیکنه و چیغ میزنه در گروپ ها که ما خو کارمند بلند حکومت هم هستیم، مادر ما میموره، ما امی آله تنفسی را نداریم. بخش دومی گزارش ما اینمی است که مردم ما فریاد میکشه. بخش سوم ما که وزیر صاحب بسیار خوب تشریح کردن، او بخش امی 500 است یا 510 چنطوری نوی که خریده میشه. ایناله کلیپی که به بر رسید، ما کار اولی را که ما انجام دادیم، ما اسنادهای مکمل وجود داره. خبرنگار ما که سری همین گزارش کار کرده، ما با وزارت صحت همه مسلسل تماس گرفتیم که بیادر محترم ایجا به ما اسناد رسیده که ونتورتا قاچاق شده و در پشاور رسیده. بله خوب سعید کو ببینین، ما ایجا با اساس قانونی با سر قانونی خود گپ میزنیم. ما در ایجا برای شما امی کل قصه را میکنیم. اگر نه بازم براتون میگم بدون حکم محکمه کسی حق نداره که از پیش من منبع بپرسه. ما حقوق داریم، ما اصول داریم. ما همیجا باز اگر اجازه باشه همکار ما بگویه که با کدام همکار کلیپش وجود داره، در واتساپ پایم برش مانده. دیروز خودت شاهد بودی، فکر کنم دیروز یا پری روز بود، ما پشت وزیر صاحب می‌نوشتیم که وزیر صاحب ونتونوچا لیست میخوایم، کجاست؟ خودت به اصطلاح و مشاهد صحنه بودی. تو باز ما را میگی که والا از کی خواستی؟ ما برای شما اسناد را به خاطری خو از امی بحث چی میشه؟ ما امرای همکاری میکنیم که در واتساپ برات چالان کنیم که پیام اول، این زنگ اول ما، این با سمسور صاحبی جاست یا نیست، این با فلان اینمی تماسا رو گرفتیم. کار اولی را که ما انجام کردیم امی بود که ما با وزارت تماس گرفتیم که اینجا یک خلا وجود داره. کار دومی را که پژواک انجام داده، ما با تمام خبرنگار ولایتی خود تماس گرفتیم، برش گفتیم شما با ریاست های مربوطه گپ بزنین، ولنتورا کجاست، چقدر در دستش است، این گزارش شامل است. کار سومی را که ما انجام دادیم که ما سر وزارت شاکی چی بودیم، شک داشتیم، ما تمام وبسایت فیسبوک رسمی وزارت را مانیتور کردیم، از کلش پرینت اسکرین گرفتیم که از روز اول امرای از کی کمک کرده. ما 2 مثال شب برای شما میگم. کار دیگه را که پژواک در این مورد انجام داده و این ما اسناد را به یکی از شما میگین، با وزارت یک نماینده روان میکنه، شما میکنین، برای شما در اختیارتان عملا نشان میدیم. کار دیگه را که ما انجام دادیم با سفارت چین، با سفارت ایران، با مصر، با فلان، با هر کس که همین کمک ها کرده، کمک کردیم که ما دیگه کمک شما را نمیخوایم. ما تا نه نمیره میخوایم که شما چند ونتونشو رو کمک کردین.
ما حتی سریال هایی که ما اینال به این خاطر که ما دیگه موراج خود افشا نکنیم، ما از موسیسات و از موچه سریال ها را به دست آوردیم. سریال ونتیلیتور، ما از سریال نمبر که ما از وزارت تقاضا کردیم تو امی لیست با ما شریک کو که ما غلط نشویم. این خو یک امی که خودت میگی منافع ملی است، اینجا مردم از بی آلای تنفسی میموره، چیخ میزنه. این برای من معلوم است. متاسفانه برای ما همون لیست را که وزیر صاحب امیال گفت، همی 27 دانه را لیست داد. ما بسیار با امانت داری دمی گزارش که در دست شماست با همین گزارش نشر کرده. ما از روز اول برای شما کلیپ ها را پلی میکنیم که ما نقطه به نقطه شبکه را پیدا کردیم، نقطه به نقطه جایش را پیدا کردیم. او مردم در محیط ایسای قربانی داده. ما برای شما میگم، اینا رو برشان نشان میدیم. اینا رفتن نقطه و نقطه جای را پیدا کردن، نامرای نفرا گپ زدن. یا اونا میگفتن 8000 بخر، اینا میگفتن 5000 میخریم. اینجا دوستای کابل گفتم که اینا لخو اینجا پیسه کار است. یک تاجر ما و شما در کابل که همین کاروبار رو میکنه او حاضر شد که ما این میره میخریم. ما هدف نشر همین گزارش ما نبود که ما گزارش، ما میخواستیم که وزارت سیاحت همه خود یک جزای بیتم که او جزا در کشور تاریخی باشه. ما کوشش کردیم تمام معامله را پیش بردیم و هر شو تعقیب بگه در حالی که کرونا هم بودیم. این وضعیت پیش میرفت یک حالات شد با همون منابعی که ما در وزارت سیاحت همه داریم، سریال هایی که به دست ما رسید. یک حالت شد که اینمی گپ از در واتساپ لیک شد. یک دختر از کاندید ریاست جمهوری ولیسی جرگه در دوره قبلی بود با نام معروف آریان است، معروف آروین است. این همین موضوع ما را به اصطلاح لیک در واتساپ گروپ. ما برای شما گریه های خود براتان پلی میکنم که ما برای او دختر میگم که اینمی گزارش او جمع وسایل را به دست میاره، شما اینمی را نشر نکنین، ما را اجازه بدین که همین وسایل در دست ما بیاید، اجازه بدین. او یک احمق خدا زاده بود، یک احمق خدا زاده. شما ممکن صدای را شنیده باشید که برایش میگم که شما خیانت میکنین با کشورتان، نکنین امیره نشد. ای گپ از کنترل برآمد. از اوجا برای ما پیام آمد که بیادر تو چی کردی؟ ای چی شد؟ ای را کی کرد؟ ما ایران باندیم. ما هم که اعصابم خراب شد، ما هم که دیدیم که یک خیانت ملی در اینجا انجام داده مستند اینمی چیز را نشر کردیم. ما دو گپ آخر را برای شما میگم، دو گپ آخر. ما تمام گزارش را که ممکن 4-5 ورق باشه مردم از یک جملهش دفاع میکنه. ما در برابر ملت خود، ما در برابر محکمه، حتی از کلمه را که در گزارش استفاده کردیم دفاع میکنیم و به گپ خود استاد هستیم و این گپ حقیقی و اصولی است. پیشنهادات مشخصی که ما برای شما داریم، با وزارت داریم. ما بسیار ساده یک پیشنهاد مشخص داریم. اول پیشنهاد ما مایار صاحب خود ما برایتان اسناد میکشیم که ما پیش از اینکه بحران کرونا بیاید ما به وزارت یک پروپوزال روان کردیم، پیشنهاد کردیم که پژوا که یک وبسایت با نام ترک چکینگ جور میکنه، تمام وسایل را که بار کس با شما کمک میکنه، شما تنها اطلاعاتش در اختیار ما بتین، ما ایره با پبلیک روان میکنیم تا اینمی دوزی که ما امیال امرایشان رو برو هستیم 3 ماه پیشی کار را کردیم، پروپوزال روان کردیم. وزارت ما را وعده داد میکنیم، وزیر صاحب رفت پشت کارش. ما به تدارکات رفتیم که شما خود این عرصه بسیاری کار کردین. ما یک وبسایت خود ما براتان جور میکنیم که همین ملت مظلوم بفهمه که دیگه چی ظلم جریان داره. یک ونتیلیتور میآید، یک کیت میآید، کلش باید آنلاین شود. دایرات روان کردی این نمیره. خو وبسایت ما براتان جور میکنیم، کار ما میکنیم، شما اطلاعات بتین. ما با ما کسی اطلاعات نداد. پیشنهاد اخیر ما برای شما، اگر میخواین به این قضیه رسیدگی بکنید، ببینید وزارت ما پرینسکرینایش که کشیدیم، دو طیاره ترکیه آمده، خود وزارت تسلیم کرده و نوشته کرده که در این جمهوری 3 دانه است، در یکیش برای شما شریک کردیم، در دیگهش ها است. لیست را که وزیر صاحب امیال با شما شریک کرد میگه تان اساس.
ما از شما تقاضا میکنم، از وزیر صاحب تقاضا میکنم که بیادر عمود تایره دو دیگه ای که خودت گفتی که در اینجا ونتیلیتور است 2 دانه بود، 3 دانه بود، 4 دانه بود، آخری دیگه برای شما میگم. خود وزارت میگه که الغرافه است، یک مؤسسه به اصطلاح چی میگم قطری است، 7 دانه ونتیلیتور کمک کرده. دو وبسایتش هست، خود پرینسکرینش با شما شریک کردم، به این لیست نیست. هدف ما این 2 نمونه رو چرا برای شما گفتیم؟ ما اگر میخواین در این راسته از کارواری امرای شما کار میکنیم، تمام تیم پژوها که در ولایت با شما در اختیار میتیم، اما یک همکاری را شما میخواین مگه ما قرارداد امرای ما میکنیم کار میکنیم. ما پیشنهاد مشخص ما برای وزارت، برای کمیسیون، برای حکومت، برای صالح، برای رئیس جمهور افغانستان چی است؟ برای ما تمام ونتیلیتورهایی که پیش از کرونا بود با سریال نمبر، با منابع، از کی خریدین، کی کمک کرده، با کدام تاریخ در اختیار ما بتین، در اختیار یک کمیسیون بتین. شما یک نماینده باشین از وزارت، یک نماینده از پژوهش. 2 بعد از همین بحران کرونا که شروع شد، اینجا یک ما اسناد داریم در دست، و اسناد خود دست شما داده نمیتونیم، اونجا خود محکمه است. ما دیگه چیزی را برای شما پیشنهاد ما دمی هستم، ما دیگه هیچ چیزی دیگه کتا و دوزیا و ای که مثلا اینا دیگه چی کارایی را میکنه کار نداریم دیگه. بعد از وضعیت کرونایی هر کشور که کمک کرده لیست، سریال نمبر، تاریخش در اختیار شما بده، ما اسنادا با شما شریک میکنیم. و مؤسسات که گپی که بسیار مهم است برای ما، امیال برای شما یک چند هند میتیم. ایران مستقیما با هرات کمک کرد یا نکرد؟ او کمک چی شد؟ این چرا در کار نمیه؟ اینا اینجا میگه که 18 دانه در هرات است. هدف مایی است اگر از روز اول ونتیلیتوری که به کشور آمده که متاسفانه ما اعتراض نمیکنیم سر وزارت اطلاع صحت عامه که ظرفیت استفاده چالان شدنش نداره، این ادعا بسیار کلان است، اما ما اسناد داریم. ظرفیت امی که چالان کنیم مثل یک کامپیوتر که چه قسم شتداون شود چه قسم ایران شود، این میره نداره. اینا سر کارای سر چی کارا؟ ما وزیر صاحب محترم یک روز یک سفارت دیده میره، ما کار نداریم، اما خیانتی که به سیاحت کشور شده ما اینا را جزا میتیم. اما وزیر صاحب خونه غریب آمده، این خود گناه از اون نیست. ما همیشه برای شما میگم اینمی ونتیلیتورها که است، از روز اول از افغانستان چقدر داشت، سریال نمبرش با ما و شما بده، از کجا آمده، مؤسسات چقدر است، یک لیست مکمل ما جور میکنیم. ما اسناد با شما شریک میکنیم، ما چک میکنیم. به خاطر به مؤسسه برای ما گفته، مؤسسه برای ما صدا مانده که اگر اینمی سریال نمبر ما را لیک کنی، اینمی وزارت میخواه اینمی ما را بلاک بکنه، ما این خیانت دیگر انجام بدیم. این حال اگر این همکاری را با ما میکنن، ما حاضر هستیم خبرنگارای ما. و آخر میگم پرزایی که خراب ونتیلیتور در یک جای باشه که اینا میگه قدرش خراب هستن، ما باید خراب ببینیم، ما باید فعال ببینیم، ما باید استاک ببینیم. اگر این همکاری را با ما میکنین، ما مثل یک عسکر با شما همکاری میکنیم. اگر نه به احترام شما آمدیم.